طاهر ضرور نیست که تو واس کنی بچه. اما اجازه نمیتم که امرای تو جنگ کنن. کاکا جان چرا جنگ کنیم؟ من میفهمم که چه قسم با او گپ بزنم. تو فقط آرام باش. یعنی کاکا مصطفی میخواه مردگیر پدرم بده مادر؟ تا وقتی که مستم کسی جرأت نداره شما را به پدرت بده. چی میکنی بچه؟ کم بود که دروازه را میده کنی. تو خو قسم یک آدم نبودی. بسیار میبخشی ملا صاحب. آمادیم دیوانه خانه ما را ببرم. من خو نمیتونم اینا را تسلیمت کنم. نه ملا صاحب، اجازه بده داخل بیایم، من خودم میبرمش. حالا خانهت برو بچه. ملا صاحب لطفا، جان طاهر در خطر است. من با تشویش بیادرم هستم. پس او جان دختر بیچاره چطور؟ یعنی با تشویش او نیستی؟ از یک سو به خاطر بیادرم، از دیگه سو به خاطر او دختر که بیادرم در خطر انداخته. واضح است که مشکل ما چی است ملا. یعنی تو ایج دل رحم نداری داماد؟ به خاطری که شوهرش دختر بیچاره را در خانه قید کرده بود از دستش فرار کرده. ملا 8 سال شد، حالا یادش آمد. اگه عقل میداشت میدونه نکاح در خانه آدم زندگی کرده طفل کلان نمیکرد. حالا که بیادرم ما رو دیده عقلش سر جایش آمده. ما طاهره یک قسم کلان نکردیم، پشت یک زن گرفته هر سو که رفت دویده برم. ملا حق نداره با او زن نزدیک شوه، نباید این کار کنه. مصطفی بچم زودشو خانه برو. بیبی میفهمی که من سرت قار نمیشم. لطفا مرا گناهکار نساز. حالا سایس میرم ملا. اگه چیز کار داشتین بگو. برات خبر میتم. زنده باشی ملا. و دیگه دستم آچ کنم. نفس خوب استی؟ راست میگه، تو نباید به ما کمک کنی. ایره بافام لطفا. تنها چیزی که من میفهمم ای است که بیادرم نمیخواه به ما کمک کنه. حیران هستم تو چرا هیچ گپ گوش نمیکنی؟ اقا ور کردنت هیچ فایده نداره. بچهت گوش نشده. کاکاس ما مواد سوپ دارین؟ نفس میخواه سوپ جور کنه، چایم دم میکنه. آه خدایا، من به تشویش جانت هستم، باز تو در قصه سوپ و چای ماندی؟ یه جانی مادر تو ور گپ میزنه. ور چی مانمته کاکا طاهر؟ ور یک رقم ورزش زنانه است شیر بچه. تو به خدا. حتما دیوانه زن کدام کار کرده. 100% او را جادو کرده. اگر نه بچه ما تو کارا را نمیکنه. اوشیار ها و هم تایر ها ما. دیگه کی؟ مادر جان فکر کنم تام دیوانه شدی. بی تربیه. آسیا هایی بسم الله مصطفی چی دیگه چی شو زن؟ خسارم طاهر و زنه در خانهش بود کده. نه چی میگی؟ برو بچه ما زود کده بیار. بانین گپ بزنه. نظیرام خبر داشته. نظیره؟ آها من میرم که از دانشکم گپ بگیرم. تو دیگه کجا میری آتش پرچه؟ خورده کلان کار پیشی داشته. برا اگه دلم سر تو خالی میکنم. اکتا نظیره چی کار داشتن؟ طاهر حتما دست شکسته او زنه نشانش داده. کل منطقه یک جای شده، با او زن کمک میکنن. مردک کمه آرام باش. شکر بکش که فهمیدیم صحتمند و جور است. آها شکر است. حالا دیگه مولا آسمان هم دست خدا کدش یکی کده. مر از لخک خانهش پیش نمان. دیگه امیاله برش سنگ بزن. فدت بود چی بود در بلایی که بود.
بگو بره خانه عثمان بیادر، زن و اولاد خودم ببره که بچه بیچاره ما بخیر خانه بیایه. خسته شدم بس است دیگه. آها نه با عودت زنگ بزن، با مرمیده شقیش زده بکشش. خوشو جان قسم گپ میزنی که تنها خودت میفهمی و بس. تو چو باش زن، گپ نزن، شریک جرم. مصطفی عقلت از دست دادی. ها از دست شما. حق داری، شوهرم هستی دیگه، حق داری قار شوی، خوب میکنی. اوسیا مصطفی چند دقیقه امرای ممیایی؟ من برات اوگر میکنم، بهتر است پیش از خواب کمه راحت شوی. ما که عروس بودم شوهرم میگفت باید همیشه گپ مادرم باشه. حالا که خوشو شدیم بچیم گپ زنش گوش میکنه. ما جزای کدام کارا میبینم او خدا. با مکارگریت میخوایی که مرا آرام کنی. میفهمم، اما او طاهر دیوانه است، دیوانه. من صبح وقت میرم امرای تایر و پدرم گپ میزنم. تو آرام باش جانم. گفتی دکلای صبح میری اوزن؟ ها دیگه مصطفیم ای کار میکنم. بیاز صبح وقت بیدار میشه. همیجاست میفهمم که از مقارسیم تو هم باید مرا درک کنی. دیگه چاره نداشتم. با خاطر گپ زدن نباید اسلحه میکشیدی. معذرت میخوایم واقعا، اما مام صاحب بچه هستم، به خاطر او مجبور شدم. در زندگیم اولین بار است که دیوانه مثل شما را میبینم. نباید کسی از این گپ خبر شود. اگر به پلیس خبر بتن باز دیوانگی من خواد دیدیم. اورهان جان یا قارت خانیشم برستان، نه وقت شب از کدام بالای سرش نیه. بچه شما پا حالا بریم نجیب. قبول کن شما خونه میخواین که عثمان و طاهر را بکشه، نامتون است؟ نه کاکا دلتان جمع باشه خانمو، بچهش میگیریم و از اینجا میریم. چی میخواین؟ به خاطر نماز خواندن آمدیم. به ما جماعت نمیدین؟ نماز شام خب قضا شده. قضای خوانده نمیشه چطور؟ اگر وضو دارین داخل مسجد شوین. خانم ما بگین که اوه وضو را آماده کنه. یا یک فکر بهتر دارم، همراه خونه طاهر وضو میگیرم. شما هم نماز جنازه شب باز بخورین ملاسه. کلا جای بپاله. طاهر! بلند. اگر نگیریم به ای باز کت خونه دوزو میکنم.
اوپا شیر بچه من. اینجا بسیار مقبول است. همونطور است، بسیار مقبول است. حالا بیا که بریم. Salut tout le monde, c'est Charles, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je réponds aux 5 questions les plus googlées à mon sujet depuis chez moi. طاهر مطمئن هستی اینجا امن است؟